سلام، دیشب سفارش پسته داشتیم از تهران. بریم با هم بسته بندی کنیم. امروز همین پستایی که وسط حضور تست آقای پسته بردن همراه کردن. مشتریمون با 3 تا از همکاراشون که دوست بودن خواستن با هم دیگه یک جا سفارش بدن. و چه کاری بهتر از این که هم هزینه پست صرفه‌جویی میشه، هم که ما تخفیف بهتری بهشون دادیم. وقتی که ما بسته رو بسته بندی میکنیم همیشه وزنش رو بیشتر از اون چیزی که هست یه مقدار میریزیم، چون ایمان داریم که این کار باعث برکت بیشتر توی کارمون میشه. داستان روند از آذر ماه 1403 شروع شد و از آذر ماه ما مشتریای خودمون رو از شهرستان کاشان داشتیم و شروع شد سفارشامون از شهرستان‌های دیگه. با وجود جمع کوچیک خانواده روند، ما 4مین بسته‌مون رو داریم ارسال میکنیم به یه شهرستان دیگه و این افتخار رونده. خدایا شکرت. ممنون از حمایتت.